دادستانی ولایت ختلان گفت شهروند عثمانوف عبدوحنان سال تولدش 1972 زاده نویه کوشانیان با حکم دادگاه ولایت ختلان بر اساس ماده 307 الوه 3 قسم 2 اشتراک در فعالیت سازمان ممنوع و ماده 164 مانع شدن به گرفتن معلومات حتمی عمومی کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان گناهکار دانسته شده به او جزای نهایی به مدت 6 سال محروم نمودن از آزادی با نگاه داشتن در مبحث نظامش پرزور تعیین کرده شده است. ماده 307 الوه 3 قسم 2 همچون جزا از 5 تا 8 سال زندان و ماده 164 تا 2 سال زندان را پیش بینی می کند. به گفته دادستانی عبدوحنان عثمانوف اوید بر روی دینی سلفیه که در تاجیکستان ممنوع است معلومات پیدا نموده آن را درست پنداشته و طرز نمازگزاریش را مثل طرفداران رویه مذکور ادا می کرده است. اما دادستانی شرح نداده است که چگونه داملا عبدوحنان با ادای نمازهایش با شیوه خاص سلفی‌ها چندین سال امام مسجد دهه منت‌آباد نویه کوشانیان بود و نمازهای مردم را امامتی میکرد. یاور ارشد دادستان ولایت ختلان ورقه زین‌الدین به روزنامه ختلان نشریه رسمی حکومت این ولایت گفته است عبدوحنان عثمانوف همزمان در سامانه‌های اینترنتی واعظان سازمان‌های اکستریمیستی تروریستی را پیوسته تماشا نموده به آنها عقیدگی نشان داده است. او 16 ماه سال 2022 در شبکه اجتماعی با نام مستعار به خود صحیفه علایده کشاده منتظم نشر ویدیو نوارهای خصوصیت اکستریمیستی داشته را در صحیفه اینترنتیش جای می‌داده است. همزمان به اطلاع یاور ارشد دادستان ختلان داملا عبدوحنان 15 ینور سال 2023 ساعت 13:30 در نویه کوشانیان در معرکه توی داماده فرزند برادرش عثمانوف ابوبکر از روی عقیده های اکستریمیستیش برگزاری بزم و موسیقی را در توی حرام شمرده اسباب صدا بلند کننده سراینده را چپه نموده رفت برگزاری توی را پرامن کرده است. همچنین به گفته نماینده دادستانی این روحانی برخلاف طلبات ماده 41 کنستیتوت جمهوری تاجیکستان که طبق آن هر یک شخص حقوق به تحصیل دارد عمل نموده برای گرفتن تحصیلات حتمی عمومی اساسی دخترش سمی و منیژه سال تولدش 2007 مانع ایجاد کرده است. منیژه در سالهای خانش 2014-2015 باید به صنف یکم میرفت. پدرش او را به مؤسسه تحصیلات میانه عمومی نبرده از تحصیل دور نموده است. خود داملا عبدوحنان و نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی سید جبار علیف ادوکات ظاهرا از طرف دولت تعیین شده عبدوحنان عثمانوف روز 14 اپریل سال 2023 برای رادیو آزادی نیز گفت که این روحانی نه برای ویران کردن توی برادرزاده‌اش بلکه برای تماشا و پهن کردن نوارهای وابسته به پیمان ملی محکوم به زندان شده است. پیمان ملی تاجیکستان ائتلاف 4 سازمان مخالف تاجیک سال 2018 در اروپا تأسیس یافته الکی سال 2019 در تاجیکستان همچون سازمان افراطی فعالیتش منع کرده شده است. سید جبار علیف گفت در یوتیوب به نام مولا عبدالله ثبت نام شده پیوسته نوارهای پیمان ملی را تماشا و پهن کرده است. در همین حال محمد اقبال صدرالدین سردبیر سامانه به مخالفان نزدیک اصلاح روز 14 اپریل در یک مطلب در فیسبوک نوشت که به اطلاع او کارمندان مقامات تلفن داملا عبدوحنان را از دستش گرفته از نام او ویدیوهای اپوزیسیونی را لایک گذاشته و پهن کردند و سپس بر اساس این به ضد او پرونده بافتند.